سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ اگه ویدیوی قبلی منو دیده باشین میدونین که من یه دونه جعبه شانسی گرفته بودم از خورکی ترکیه میستری باکس. اگرم ندیدین که براتون لینکشو میذارم برین ببینین، ویدیو جالبی شده بود. توش یه دونه خوراکی در اومد. این همونجوری که میبینین بازه ولی توی ویدیو تست نشد، چون من فکر می‌کردم این همون اولین شورتیه که داخل اینستا گذاشته بودم و قرار ترش‌ترین آب نبات دنیا باشه و خب نبود و خیلی ناراحت شده بودم، ولی خب اینها آپلودش کرده بودم، اسکم شده بودم انگار. اینو من اون روز گذاشتم تو کیفم و خب الان داشتم مرتب میکردم و گفتم بذار پشتش یه نگاهی با خودم بندازم. بعد دیدم نه، این انگار پشتش فرق میکنه. همونجوری اومدم فقط یه روی زدم، همونجوری که مشخصه این جوش مجلسی رو دیروز زدم از زیرپوستی هست و خب بعد به راحت برش بده کنم. یه فشیالم نیاز دارم، خودم میدونم و خب گفتم بیاین جلو رو تست کنم. اگه این ویدیو رو دارین میبینین یعنی ترش بوده و خوب بوده، اگرم ندیدید که یعنی نبوده. اینو بذارم اینجا، شما دارین بک‌گراند خوبی رو نمیبینین. بله خب بچه این رنگیه. خیلی ترشه، خیلی ترشه، خیلی خوشحالم، داره میسوزه زبونم. اوف خیلی خوشحالم، خیلی خوش نداد، خیلی خوش نداد. فقط باید تو دهنتون هی تکونش بدین، تو الان یه تیکه زبونم یه جوری شده انگار سوخته. صدام گرفت، وای اشکم فکر کنم در من حسام اشکی شده بود. موفق شدم، خیلی خوب بود، دوستتون دارم.